کتاب صوتی تیستو سبز انگشتی ارائه شده از کانال یوتیوبی فانوس. ناراحتی روی خانه‌ای که می‌درخشد سنگینی می‌کند و سرانجام تصمیم می‌گیرند تیستو را با روش دیگری تربیت کنند. ناراحتی فکر غصه‌آوری است که وقتی آدم از خواب بیدار می‌شود به سر آدم می‌زند و تمام روز توی کله آدم همینطور می‌ماند. ناراحتی هر کاری می‌کند تا سرانجام بتواند به اتاقها راه پیدا کند. با باد جفت می‌شود یا میان برگ‌ها می‌رود و یا با اسب 4 نعل روی آواز پرندگان می‌تازد و تمام طول سیم‌ها را طی می‌کند. آن روز صبح در میرپوال ناراحتی نام تازه‌ای داشت و نام آن این بود که مثل دیگران نیست. خورشید نمیخواست طلوع کند چون بیدار کردن تیستو بیچاره خیلی ناراحت کننده بود. همین که چشمهایش را باز میکرد به یادش میآورد که از مدرسه بیرونش کردند. خورشید روی دینامش پرده‌ای کشیده بود و فقط پرتوهای بسیار کمسویی از میان مه غلیظ از خودش بیرون میداد. آسمان آن روز میرپوال خاکستری رنگ بود. اما ناراحتی هرگز از کوشش خسته نمی شود و آخرش کاری می کند تا در دیدگاه دیگران قرار بگیرد. آن روز هم سرانجام توانست یواشکی وارد سوت بخار کارخانه شود. در آن روز هر کس از خانه‌اش می توانست صدای زمخت سوت کارخانه را بشنود که می گفت مثل دیگران، تیستو مثل دیگران نیست. و به این ترتیب بود که ناراحتی توانست وارد اتاق تیستو هم بشود. تیستو از خودش پرسید چی میخواد به سرم بیاد و سرش را بیشتر توی بالشش فرو برد، اما دیگر نتوانست بخوابد. واقعا باید قبول کرد که آن خوابیدن توی کلاس و این نخوابیدن توی تخت خواب خیلی عجیب و ناامید کننده است. خانم آملی آشپز در حالی که اجاقهایش را روشن میکرد با خودش غرغر میکرد تیستوی ما مثل دیگران نیست. یعنی چی؟ چه دلیلی برای این حرف دارند؟ مگر او هم مثل دیگران 2 دست و 2 پا ندارد؟ پس کارلوس مستخدم در حالی که نرده های پله را با عصبانیت برق میانداخت گفت تیستو مثل دیگران نیست. اینها چه دارند میگویند؟ آن هم به من؟ البته باید بگویم که کارلوس کمی لهجه بیگانه دارد. در استبل مهترها با هم پچ پچ میکردند. مثل دیگران نیست؟ بچه به این خوبی اصلا باورت میشود؟ و چون اسب‌ها هم خودشان را شریک ناراحتی‌های آدم می‌دانند، اسب‌های اصیل سرخرنگ هم آن روز خیلی ناراحت به نظر می‌رسیدند. دائم تنه‌شان را به تکه چوبی که برای جدا کردن آنها از همدیگر نصب کرده بودند می‌زدند و افسارشان را می‌کشیدند. ناگهان 3 تا موی سفید روی پیشانی مادیان خوشگله درآمد. تنها ژیمناستیک بود که بیخبر از همه این ناراحتی‌ها با خیال راحت کاه و یونجه‌اش را می‌خورد. ولی غیر از این کره اسب که پاک بی‌تفاوت مانده بود، بقیه از خودشان می‌پرسیدند که بالاخره با تیستو چه باید کرد. کسانی که ناراحت‌تر از همه بودند و بیش از دیگران این سوال را از خودشان می‌پرسیدند، پدر مادر تیستو بودند. آقای پدر جلوی آینه‌اش نشسته بود و بدون خوشحالی فقط از روی عادت موهایش را برق می‌انداخت و با خودش فکر می‌کرد بیا این هم از بچه. گمونم آدم کردن این بچه مشکل‌تر از ساختن توپ باشد. خانم مادر با صورتی گل انداخته سرش را به بالشی گلی رنگ تکیه داده بود و در حالی که دانه‌های اشکی قاطی شیر قهوه‌اش میشد از آقای پدر پرسید وقتی توی کلاس خوابش میگیرد چطوری میشود به او درس داد؟ آقای پدر جواب داد شاید حواس پرتی مرض چندان بی‌درمانی هم نباشد. حتما مرض خیال بافی خطرناکتر از برونشیت نیست. آقای پدر گفت با تمام این احوال تیستو باید روزی یک مرد حسابی بشود. بعد از این گفتگوی بسیار جدی آنها دقیقه‌ای خاموش ماندند. هر کدام پیش خودشان فکر می‌کردند چه باید کرد. آقای پدر مردی بود که خیلی زود تصمیم می‌گرفت. خیلی هم با شور و هیجان. رهبری یک کارخانه توپسازی روح آدم را کسل می‌کند، ولی آقای پدر خیلی پسرش را دوست داشت. او گفت پیدایش کردم. خیلی ساده است. تیستو توی مدرسه دیگر
هیچ چیز یاد نمیگیرد، یعنی دیگر اصلا نباید به مدرسه برود. این کتاب ها هستند که تیستو را به خواب میبرد. کتاب را از زندگی او حذف میکنیم و روش جدیدی برای تربیتش به کار میبریم. چون تیستو مثل دیگران نیست، با نگاه کردن به چیزها درسش را یاد خواهد گرفت. او را به جاهای مختلف مثل صحرا، باغ و دشت میبریم و برای شرح میدهیم که چطور یک شهر ساخته میشود یا چطور کارخانه‌ای به وجود می آید. ما هر چیزی را که به رشد تیستو کمک کند یادش می دهیم. باری ما همه این را خوب می دانیم که زندگی بزرگترین مدرسه است که وجود دارد. نتیجهش را خواهیم دید. خانم مادر خوشحال با تصمیم آقای پدر موافقت کرد و افسوس خورد که بچه دیگری ندارد تا او را هم با این روش جدید تربیت بزرگ کند. برای تیستو دیگر با عجله نان و کره خوردن، کیف به دنبال کشیدن و مشت صفر در جیب داشتن تمام شده بود. زندگی جدیدی داشت شروع می شد و خورشید دوباره درخشش را آغاز کرد.